حقیقت ماجرای جنگ سربهداران که 3 سال پیش اتفاق افتاد که الان هم اونا خودشون هم اعتراف میکنن، در همون 3 ماه اولیه جنگ خراسان جدا شد، یعنی استقلالش رو به دست آورد. مشهد خراسان استقلالش رو به دست آورد، یعنی سربهداران کلا موفق شد. منتها همون موقع از جایی که دو روز بازی و خب پدرسوختگی و دو چیزی زیاده، زمانی که اینایی که در قالب مخالفا اومدن، اولا که عده شما دیدیم که کارمندای حفاظت اطلاعات ایران بودن که اصلا تو کار تجاوز و غارت و اینا بودن که ما اونجا دیده بودیم، گاهن خودش رو مینداختن تو گروه ما که به عنوان مخالف. یک عدهشون هم که اصلا بی شخصیت و بی خانواده و ولگرد بودن که اصلا خودشون میگن که میگفتن که ما هم میخوایم جدا باشیم، یعنی ما خودمون یه حکومتی، ولی وقتی بهشون فشار می آوردیم میگفتن نه ما سپاهی هستیم. موقعی یکم دیگه بیشتر فشار می آوردیم به دولت غربی که آقا این سپاهی تو کشور تو چیکار میکنه، اینا میگفتن نه ما مخالفای شما هستیم. به اونا میگفتن به مخالفای شما. که این بود که ما یه جلسه هم داشتیم با وزیر اطلاعات امنیت انگلیس، همین جوری شد. اونا گفتن که اینا علیه شما قیام کردن. علیه شما قیام کردن یعنی این که به این معنا که اینا مردمای شما هستن ولی شما رو قبول نمیکنن، یعنی شما رو به عنوان رهبری قبول ندارن. چون این قیام در داخل ایران که نبود، که این قیام در خارج از کشور بود و اینا هیچ وقت جرئت نمیکرده به اون بگه که من مثلا اگر یک سپاهیه بگه من یک سپاهی ام، که اون که میشه عملیات در داخل خاکش اصلا یه چیز نشدنی بوده و هیچ وقت هم اینجوری نبوده، نگفتن، آشکار نکردن. ولی اون چیزی که واضح بود، نه، از استانهای دیگه من دیدم هر کدوم یه نماینده اومده بودن که بیشتر شبیه لاشخورها میموندن تا اینکه مثلا بگی شبیه لاشخورها هستن و بی اصل و نسب، تا اینکه ما بگیم مثلا اینا واقعا با دولت ایران حتی لازم باشه با اونا میرن ها، اینا پیش موره هر زن میرن، اوناش من کاری ندارم. ولی در کل نه، اینا جز سیستم نظامیه. یعنی اون زمان ما وقتی اونجا رو سقوط داده بودیم، اونجا رو زده بودیم دیگه، اینا حساب کار اینجا دستشون بود بقیه دیگه. اصلا اگر اون اصل کاریاش هم دیگه نمی اومدن بگن، یعنی تا حد سفارت ها پذیرفته بودن، به رسمیت شناخته بودن که اون کشور جداست و هر کی بخواد بره بره و اصلا ما کمکش میکنیم بره. حتی بقیه سازمان ها، سازمان ملل، هلال احمر، صلیب سرخ قبول کرده بود که باختن دیگه، باخت اصلا خیلی چیز شد. حتی خود خامنه‌ای هم قبول کرد، خود همین دولت دیگه پزشکان اومد آقا زیر پرچم ما به اصطلاح چیز اصلا قبول کرده بودن دیگه، حرفی نبود. وقتی خود رهبر اون کشور قبول کرد آقا خراسان جدا شد، یعنی استقلالش رو به دست آورد، حالا یا هر جوری. منتها میگم مسئله مهمی که اینجا پیش اومد همین پیچ و مورای هرز بودن که خودشون انداختن وسط و این وسط اومدن اینا باعث این بحران شد که الان به چیز رسید، به بمباران رسید و همه ضرر کردن. حالا یک چیزی رو من الان بگم اینو، حالا کی باخت در کل اصل، کی باخت موضوع از این قراره که باز هم همونها باختن. چرا؟ چون سربهداران از اول باخته بود و وارد جنگ بود. یعنی چجوری بهتون بگم، از این لحاظ که میگم باخته بود، یعنی از اون روز اولی که آخوندوال اینا وارد جنگ شده بودن، یعنی ما وارد جنگ شده بودیم و دیگه فقط اون شرف و حیثیت و اون چیز خودمون می‌خواستیم به دست بیاریم دیگه، انتقام خودمون رو بگیریم، انتقاممون رو
آزادی خودمون رو به دست بیاریم دیگه. و همون هم شد. ما چیزی یعنی برای باختن نه، چیزی برای باختن منظور من علاوه مادی بود، چیزی نمونده بود که خونه ای ما نداشتیم که بمباران بشه، ما همه چی رو فروخته بودیم گذاشته بودیم رو جنگ دیگه. بعد شغل و کار درست حسابی نداشتیم که ما باید پول و درآمدمون از این راهایی می اومد که اصلا جنگ اصلا هیچ ربطی به دولت نبود، همش قاچاقی بود کارای ما. مثلا میگن حالا این کار سیاه شما، کار سیاه بوده یا خلاف بوده، یا حالا اونا میگن خلاف، البته ما که نمیگیم، اونا میگن خلافکاری. در صورتی که باید 10 تن تریاک کی میزد می آورد میداد به دکتر دارو بسازه، اینطوری نه. به هر حال یا اصلا خیلی چیزای دیگه شرکت ها ساخت چیز کرده بودن، به هر حال کارهای علاوه اونا میگن شما دور زدید تحریم های ما رو، دورمون زدید، مالی ما میگیم نه ما کار گرفتیم و کار انجام دادیم. بگذاریم. به هر صورت حالا این وسط کی ضرر کرد؟ البته باز هم ما اینا رو بیخیال نمیشیم، ولکنشون نیستیم، ولی که باز هم همینا ضرر کرد. همینا الان موندن با چند تا کیس دربدری توی اروپا. حالا نمیدونن، حالا اونا شک کردن، باید بدونن واقعا سپاهی یا واقعا خودشون به اونا جا زدن یا واقعا اینا اصلا گرایش پیدا کردن به سمت اونا یا نه. یعنی تیکه تیکه شد، خودشون رو دربدر کردن. اینجا یه خونه دولتی که حالا معلوم نیست کی ازشون بگیرن نگیرن، بدن ندن، که الان مثل اون قضیه چیزا اومده که اصلا بیمه ها داره قطع میشه و اونجا هم خونه هاشون بمباران شد. کشورم جنگ زده مونده رو هوا. حالا تنها اینجا ختم نمیشه، اینجا غربته، اونجا خطر همه جا هست. من اینو میپذیرم که حتی بین خانواده ها هم چیزایی هست، ولی در بین خانواده های ایرانی از لحاظ فرهنگی اگر حساب کنیم تا حدودی به دلایل حتی شایعات هم شده باشه یک کماکی هرچی باشه بهتر از اینه که وقتی شما میای بیرون با زن و بچه راه قاچاقش بماند. اصلا اینجا دیگه مردمش به تو رحم نمیکنن، هفرنگن. یعنی توی که زن و بچه داری، توی که میخوای زندگی کنی تو اینجا، سوای اون مشاهده زبانی یاد بگیر، این و اون ثابت کن، اینا بمانند. شما اینجا دیگه مشکل وحشیگری هم دارید. اینا دیگه اونجا ایران مثلا تو شاید خانواده‌ات میتونستی ببری، حالا گرفتار شدی یه جا پیش مادرت بذاری یا پیش یکی از بستگانت. اینجا دیگه تو نمیتونی هیچ کاری از دستت برمیاد، چون اینجا سیاست دولت اولی که خانواده رو از هم جدا میکنه، اصلا اجازه نمیده شما نزدیک هم باشی. و اینجا تو میمونی و با سیاه‌پوست و عرب و زنت میمونه و اون اینجوریه دیگه این داستان. و حالا میخوام بگم که چرا نه اینکه ما ضرر نکردیم، اونا 70% ضرر کردن، ما 30%. این قضیه همون اول هم من گفتم چطوری میشه زن. منتها خب دیگه اینا اینطوری دیگه حساب کتاب ندارن. اتفاقا همون جلسه هم که ما داشتیم با سازمان ملل و کارمندش داخل ایران، خب خوب متوجه شد بله ما اهل حساب کتاب هستیم، ما حساب کتاب بی حساب کتاب که نمیشه. چون گفت که اهل حساب کتاب هستیم. بله که اهل حساب کتاب هستیم، مگه میشه بدون حساب کتاب کاری انجام داد؟ اگر بدون حساب کتاب با این کارهایی که من انجام دادم که الان 600,000 دفعه باید اعدام میشدم، که حداقل باید 600 دفعه تا الان اعدام میشدم. هزاران آدم اینجوری اعدام شد ولی من هنوز هستم. این حقیقتیه، من هنوز زنده‌ام. اینا حالا یکی میاد سربازش اومده بود اونجا حالا یک حرفی میزد، ولی من هنوز زنده‌ام. خیلی ها گردن کلفت، خیلی ها پولدار، خیلی ها من رفتن زیر تیغ، افتادن زیر تیغ آخوندها، ولی من جان سالم به در بردم. این خودش جای شکره. این یعنی واقعا خب باید حساب کتاب میکردیم. حالا این یک چیز خیلی مهم دیگه هم داره که اونو من نمیتونم فاش کنم، دلیل دیگه هست کاملا سریه. و بله میخوام بگم که هزاران آدم دیگه اومد رفت زیر تیغ و کشته شد، اعدام شد. جرماشون خیلی کوچیک‌تر از ما. الان اون کارمند اون چیزه میاد اونجا تعریف میکنه میگه 4 و 5 به اضافه هست فلان لوله منفجر شد. اینا رو من میکردم. حالا اون اومده تعریفشو داره میکنه.
حالا کجا هست، حالا فکر میکنه سقوط کرده، دولت فیلمشو داده بیرون، حالا هرچی از اونی که گردن اونی فکر کرده این کار فیلم هندی بود. نه عزیز جان، اینا کارتون خوابی داشت، اینا بیابون خوابی داشت، اینا دربدری داشت که ما تا میتونستیم یک موضوع رو به این سبک، به سبک طنز، البته هرچند که تلخ بود، دردناک بود، هزینه شده بود، هزینهش واقعا من خیلی میگم حقیقت الان یادم اومد اصلا تمام سیستمم ریخت با هم دیگه. واقعا هزینه‌ای که من داده بودم بابت این کار، هزینه‌ای که ما پرداخت کرده بودیم واقعا غیر قابل تحمل بود، واقعا دردآوره، زجرآوره. ولی خب به هر صورت دیگه می اومدیم از جایی که دیگه انجام داده بودیم، هزینه شده بود، می اومدیم اینجوری مسخرهشون می‌کردیم طورش. بعد ما پیششون بودیم، اونا میگفتن که همچین چیزی امکان نداره، مثلا طرف پیش ما بیاد همچین کاری بکنه پیش ماست ولی این حرفا رو بزنه بگه شوخه، داره شوخه میکنه. انقدر که موضوع مهم بود و بزرگ بود، حقیقت هم داشت، ولی حقیقتی که مثلا چطوری بهتون میگم، این دیگه براش از ذهن خارج شده بود دیگه. وقتی تا این همه شفافیت واضح بیایی مثلا واسه مسخره به یارو بگی من این کارو کردم، دیگه طرف میبره، واقعا قفل میکنه. منم باشم همین اتفاق برام میفته، میگم آخه برام هر کدومون یه سری اتفاقا افتاده که حتما دیدیم، حالا به روش‌های مختلف، حالا نه چیز که اصلا آدم قفل میکنه. یارو مثلا بگه آقا من یه دفعه میگه تو خیابون مثلا 1000 نفر کشته شده، داره به بشنو من کشتمش، اصلا قفل میکنی. بعد میبینی ای میگه خب این تو ذهن کلا میره پلیس، دادگاه، قاضی، قانون، ارتش، این اون اینا چی شده اصلا قفل میکنی تا بیای به خودت باز کنی. همین الان 20 سالی که 30 سالی که طول کشیده تا الان دهنشون باز شده، واقعا قفل میکنی چون بگی کی پشتیبان این کاره، اصلا خطر داره برای جان من، برای جان خانواده‌ام. این صحبت های مسائل ها پیش میاد. در هر صورت میخوام اینو بگم که حالا تو مسائل کوچیک همین موقع حتما هر کسی تجربه داره، یکی مسئله که اون بزرگتره و یه مسئله هست کوچکتره، یه اتفاقی آدم میفته که طرف قفل میکنه. مثلا دیدی میگن طرف رو کشتن، نمیدونم گذاشتنش رو ماشین صندوق عقب یارو، بعد کجا بوده؟ مثلا توی یه بیابون. اصلا وقتی من داستانو به تو میگن تو اولین چیزی که میگی خود چرا صندوق عقب، خب بلش میگه تو بیابون دیگه. مثال میزنم. حالا این منظور از مسائل حرفای شوکه کننده، بله اینا واقعا شوکه کننده است، ولی بهاش هم بهای سنگینی بود. البته ما باید پرداخت میکردیم دیگه، چون تعهد داده بودیم برای اینکه رژیم سیستم باید از پا بیفته دیگه، باید زهرم چش بگیره. بعد باید ضربه ها انقدر سنگین بود که وحشت برداره، سران رهبران بزرگاشو وحشت برداره که دیگه ما تو ایران هم بودیم که نتونه کاری بکنه، بیاد سر مدارا رو چیز کنه. حالا یک میخواستم یه چیزی بگم که نگم بهتره الان، هرچند که 30 سال گذشته، ولی خب فکر نکنم بعدم کسی بپرسه یادم بیاد من چی بود، الان یادم. به هر حال منظور این که یک سری چیزها رو واقعا شوکه کننده و شوکه آوره.